من از تاجیکستان ما با همین کسلی شش معالجه کردیم. بعد فهمیدیم که در شهر تاشکند کلینیکای دکتر ملایف بود است. با ما یک خیش تبار توصیه دادن و با همینجا آمدیم. الحمدلله نسبت به پیشتر خیلی سبکی حس کرده شدیم. بعد هر یک معالجه گرفتگی، هر یک کورس لچین. امروز ممکن که هفتم مراتبه باشد ما در اینجا برای معالجه آمدیم. حاضر دکترها کامپیوتر توموگرافی کردن دیدن. الحمدلله خبر دادن که اما اپوخل نیست شده است. خبر شنیدیم بسیار خرسند شدیم. رحمت به این دکترایی که در اینجا خدمت میکنن. بسیار معامله خوب دارن، بسیار رفتار آداب خوب دارن. همه کارمندانی که در اینجا کار میکنن مدنیتشون بیاد بلند. طرز گفتار و گپزنیشون و معاشرتشون هم بسیار خوب است.